از انس خدا از او راضی باشد روایت است که رسول خدا درود بر او فرمودند: هر کسی که این سه خصلت را داشته باشد شیرینی ایمان را می چشد. یکی این که الله و رسول او را از همه بیشتر دوست داشته باشد. دوم این است که محبتش با هر شخصی تنها به خاطر خوشنودی الله باشد. و سوم این است که برگشتن به سوی کفر برایش مانند رفتن به سوی آتش ناگوار باشد. حدیث بخاری کتاب ایمان لذت ایمان باب 8.